بسم الله الرحمن الرحیم. ستړي مشه، ورځ مو نیکمرغه. خدا دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. اگر صفت گفتم اگر حالتی مفعول را بیان کرده بود، صفت مفعولی اگر صفت فاعل را بیان کرده بود، صفت فاعلی. چه قسم؟ میایم یک جمله نوشته میکنم. من میگم احمد ډوډۍ خوری، احمد نان میخورد. یا میگم سعی کنید خوب متوجه شوید، اینجا این رقم میگم حمید خط لیکی. حمید خط نوشته میکند. صحیح است؟ احمد چی شد؟ فاعل. ډوډۍ شد مفعول. خوری چی است؟ فعل. این حمید چی است؟ فاعل. خط چی است؟ مفعول. لیکی چی است؟ فعل. پس میاییم سعی کنید اینجا اول از این جمله شروع میکنم. احمد چی کاره است؟ حالتش چی است؟ اینجا فاعل است ولی حالتش چی است؟ صفتش چی میشه؟ خورینده. این خورون که خورینده کی است؟ احمد. چی را خورده؟ نان. خوردلی. این خو فعل است. این حمید چی کاره است؟ این خو فاعل است. نویسنده لیکون که چی را نوشته کرده؟ خط چی شده؟ لیکلی نوشته شده. این پس این صفت فاعلی، این صفت فاعلی، این صفت مفعولی، این صفت مفعولی. در کانکور چی رقم میشناسم؟ باید داشته باشید بچه. هرگاه اینه کی آمده بود؟ کی آمده بود؟ کی این قلم سیاه است با آنکه برنگی سیاه سبز است، برنگی سیاه نشانی کنیم تا که این معلوم شود. اینه سعی کنید بچه ها. کی آمده بود؟ کی. لی آمده بود؟ لی آمده بود صفت مفعولی، کی آمده بود صفت فاعلی. اینه خورون کی آمده بود؟ کی با معنای شما نمیفهمین، در زبان هستی. پس در کانکور شما اینه 35 ثانیه شما وقت دارین برای یک سوال. پس کی بود صفت فاعلی، لی بود صفت مفعولی. نه لی و کی نه در آخری مصدر میآید نه در آخری فعل میآید. پس خورون کی، لیکون کی صفت های فاعلی، خورلی، لیکلی صفت مفعولی. و مجرد صفت چرا میگم؟ ای رقم جور میکنیم. اصلی صفت جمع ای 4 پسوان توب تیا والی ای 4 پسوان مساوی مجرد صفت. اینه مجرد صفت. اینه من میگم لیوانای دیوانه. اصلی صفت است یعنی و ترای مورا میتا یعنی اینه توب یک جا میکنیم لیوانتوب. احمد دیوانه است. احمد دیوانگی خود را میکنه. آن صفت را میگم که در بیرون وجود مادی نداشته باشد. هرگاه وجود مادی داشت او را صفتی مجرد گفته نمیتانیم. اینه تیا لوړتیا. این بسیار بلند است. بلندی از بسیار زیاد است. بلندی چیزی مادی هست. اینه لوړ صفتی اصلی. لوړتیا ژورتیا لوړتیا. اینه والی تور سیاه. تور نوشته میکنیم. اینه تور. این قلم سیاه است. تور والی سیاهی از بسیار زیاد است. تور والی سیاهی این قلم بسیار زیاد است. دوست. این دوست صفتی اصلی است. صفتی اصلی. احمد دوستی من است. بین من و احمد دوستی از قدیم ادامه داره. پس این دوست به چی تبدیل میشه؟ دوستی. این میگم صفت مجرد. ای بود بخشی صفت. ولی
به بخش مصدر که میایم. مصدر کدام کلمه را میگم؟ صفت خو حالت و کیفیت و چگونگی یک اسم را بیان کرد، ولی مصدر آن کلمه را میگم در پشتو که به کار کردن دلالت کند ولی زمانش مشخص نشه. ګورې ځوانانو، کله چې په کار کولو دلالت وکړي او زمانه مشخص نشي، دې ته موږ څه وایو؟ دې ته بیا مصدر وایو. مصدر د شکل له مخې په څو ډوله دی؟ 5 ډوله دی: لام والا، ول والا، ایدل والا، کیدل والا، کول والا. راځم مصدر در دری ریشه فعل را میگم. چرا میگم؟ ریشه فعل، یعنی هر کلمه در پشتو باز فرق داره. در دری و عربی ریشه فعل را میگم، ولی در پشتو اینه هر کلمه که به کار کردن دلالت کند و زمانش معلوم نشه او را مصدر میگم. چه رقم جور میشه؟ امرای ریشه، اینمی ریشه فعل، اینمی پسوند یک جا میشه: لام، ول، یدل، کیدل، کول. خب این فعل ها اگر زمان معلوم شد او را فعل میگم، اگر زمان معلوم نشد او را مصدر میگم. اینه و هم میزنم، زمانش معلوم است. حال زمان غرزم مندازم، زمانش معلوم است، حال است. گرزیدم میگشتم، زمان معلوم است، ماضی است، این را فعل میگم. پریکوم قطع میکنم، زمان معلوم است که زمان حال است. پورتکوم بالا میکنم، زمان حال است. این زمان معلوم شد از این کلمات. این کلماتی چی است؟ فعل است. ولی ریشه این کلمات اینا وهم اینا واوی غرز گرز پری پورتا، این ریشه میگم. در دری و عربی اینمی را مصدر گفته میشه، ولی پشتو امرای اینمی ریشه اینا وح غرز گرز پری پورتا این حروف یک جا میشه، کلماتی را جور میکنه که به کار کردن دلالت میکند ولی زمانش مشخص نیست. وهل زدن کی، زمان معلوم شد نخیر. غرزول انداختن کی، گرزیدل گشتن کی، پریکیدل قطع کردن، قطع شدن کی، پورتکول بالا کردن کی. هیچ زمانش معلوم نیست. هر زمان که معلوم شد فعل و زمان اگر معلوم شد به کار کردن دلالت کرد او را مصدر گفته میشه. در جلسه بعدی بخیر فعل را میخوانیم. تا جلسه بعدی خدایا را نگهدار. خدای ممالش.